خیلی از شما عزیزان سوال میکنه که آیا کود مرغ هم باید این کودهای دامی 1-2 ماه فرآیند پوسوندن روش انجام بدیم یا نه؟ ببینید دوستان، چون کود مرغی از کودهای زود رهش محسوب میشه، نیازی نیست مثل اونا تامین رطوبت و ازوت یا عملیات فراوری رو روش انجام دهید. اگه قصد استفاده کردن از کود مرغ به صورت سرریز که میریزن زیر سایه انداز و تیلر میکنه یا یک کانال کود کم عمق میزنه داخل اون سازمان، نیاز به پوسوندن و تجزیه و فراوری نیست. ولی اگر قصد شیرابه گیری کودتون رو دارید، حتما داخل حوضچتون واسه 3 نوبت، یعنی اسفند و اردیبهشت و بعد از برداشت میخوای به صورت شیرابه استفاده کنید، واسه هر هکتار شما حدود 2 تن کود مرغی سالونی به صورت میکس با قفسی رو تهیه میکنید و حدود 40 لیتر الی 60 لیتر هومیسل آریا رو با حدود 15 کیلو ملاس چغندرقند که حالا بعضی شهرها نمیتونید پیدا کنید، میتونید از 5 کیلو شکر استفاده کنید و حدود تو این 2 تن حدود 5-6 هزار لیتر آب استفاده میکنید داخل یک استخر و اینا رو میذارید به مدت